بنده نمیشناسم کشوری رو که تاریخ فرهنگش بیش از ایران باشه. تنها ملتی که در صدر اول اسلام مفتوح شد و زبانش تغییر نکرد ایران بود. تو را ای میهن ایران دوست دارم. علمای دین در صف مقدم میهن پرستی و میهن دوستی هستند. هیچ مذهبی این مقدار در تاریخ بشر تحت فشار نبوده. تازه شیعه تقیه میکرده. خروشانی چو دریا، خروشانی چو دریا، من یکی ماهی در آن دریا. عده زیادی از شیعیان لبنان مسیحی شدن از روی تقیه. خود آقای میشلون به من گفت، میشلون گفت ما اجدادمون شیعه بودن، منم سیدم. این کاری که الان ما از استفاده که از نفت میکنیم و از جیب میخوریم، اونا از تولیدات مردم این کار میکردن. اصلا رقابت سیاسی و نظامی بین هلند و انگلیس بود که کدوم امتیاز پیدا کنن که بتونن ابریشم ایران رو بخرن. برای توست میخوانم، برای توست میمانم، بود لبریز عشق تو سراپایم. صفویه در حقیقت پایه‌گذار اولیه همین حکومت جمهوری اسلامی هستند. ای میهن ای میهن، ما درد وطن داریم، درد دین داریم. ما از این راه بر نمی گردیم و دست از استقامت بر نمی داریم. ای میهن ای میهن، بمان آباد، بمان آزاد. تو را آباد میخواهم، تو را آباد میخواهم، تو را آزاد میخواهم، تو را